غزه. من محمد طه هستم. ستایش هستم از مدرسه مهتاب. از وقتی که فهمیدم اسرائیل همش داره به فلسطین حمله میکنه، هیچ کس رحم نمیکنن و به کشتاراشون دارن ادامه میدن، من تصمیم گرفتم و حتی یک کار کوچیکم که از دستم برمی اومد اونو انجام دادم. من این نقاشی رو کشیدم تا شما رو خوشحال کنم. آرزو میکنیم که اسرائیل نابود بشه. همیشه دعا میکنم و آرزو دارم که تا بچه‌های غزه مثل ما بتونن برن مدرسه و خوشحال باشن. شما پیروز بشید و بتونید درس بخونید و به آرزوهاتون برسید. این نقاشی تقدیم به شما. و این نقاشی تقدیم به شما. ما تا پای جان از شما دفاع میکنیم. بچه‌های فلسطین و غزه، ما همیشه در کنارتون هستیم و براتون دعا میکنیم تا پیروز بشید.